سلام رفقا، حالتون چطوره؟ آقا این کانال رو من تازه زدم و تصمیم گرفتم که یک سری داستانهای مهیج، ترسناک، ماجراجویی، جنایی، جن، روح، احضار، همه چیز رو داخلش بریزم. امیدوارم که از من حمایت کنید و خوشتون بیاد. فقط مراقب اینها باشید که احتمال داره بعضی از داستانها مثل همین داستانی که میخوام بهتون بگم دارای یک سری وایس هایی توش باشه که بهتره که به تنهایی و با هدفون گوش کنید. ممنونم از شما. بریم سراغ داستان. سلام، اسم من ساراست. 23 سالمه. خونمون شهر شیرازه. حدود 4 سالی بود که با دوست پسرم رابطه داشتم، اما متاسفانه منو ترک کرد و به هم خیانت کرد. بعدم با عشق جدیدش رفت ترکیه زندگی بکنه مثل بقیه پسرم. از نظر روحی روانی خیلی داغون بودم، خیلی ناراحت بودم. برای همین هم به خانوادم گفتم من حالم خوب نیست و تصمیم دارم برای مدتی از اینجا برم شمال زندگی بکنم. اولش مخالفت کردم، به خصوص پدرم، چون خیلی دوستم داره، ولی بالاخره تونستم بابا هم راضیش کنم و راضی شد حتما. از ساعت 8 این چیزا بود که شروع کردم وسایلامو جمع کردن. هرچی لباس و مباس و خرت و پرت و لوازم بهداشتی و آرایشی و سشوار و شونه و لباسی رو هرچی بود و جمع کردم. تقریبا ساعت 9 شب شده بود که از خونه حرکت کردم. رفتم تا رسیدم به دروازه قرآن و از اونجا هم رد شدم. دیگه تقریبا با ترافیکی که شیراز داره حدود ساعت 11 شب شده بود. بالاخره زدم به جاده و حرکت کردم. سرتون رو درد نیارم، خلاصه بهتون میگم. توی جاده 5-6 ساعتی رد کردم و رسیدم به اصفهان. یه جای توی پارکی گوشه خیابون زدم کنار و کمی استراحت کردم و چیزی خوردم. دوباره زدم جاده. بعد از اصفهان به یک دوراهی رسیدم. قبل از اون دوراهی، یعنی از راه دور، اون دوراهی پیدا بود، اما قبل از دوراهی یه پارکینگی بود. گفتم خب توی این پارکینگه بیستم یه نفسی تازه بکنم. دیدم داخل پارکینگه یه تریلی هم که یه کانتینر خیلی بزرگ آبی رنگ پشتش بود ایستاده بود. خب خیالم راحت شد که دیگه نصف شبی تنها نیستم و یه کسی اینجا هست. خیلی تاریک بود، خیلی خیلی واقعا تاریک بود. برای خودم یه چایی ریختم. بعدم که دیگه گوشیمو برداشتم و رفتم داخل مپ گوشی تا مسیر رو چک بکنم. دیدم این دوراهی یه سمتش میخوره به جاده سلفچگان قم، یه سمت دیگهش هم میخورد به سمت ساوه و قزوین و تاکستان. چون با جاده آشنا نبودم و اولین بارم بود که ماشین رو برمی داشتم و تنهایی میزدم جاده، تصمیم گرفتم برم پیش راننده تریلیه و ازش سوال بکنم ببینم شرایط جاده چجوریه، از کدوم سمت برم خیلی بهتره. رفتم تا رسیدم به راننده. وقتی رسیدم اونجا دیدم 3 مرد درشت اندام و قوی کل نشستن دور همدیگه. یه زیلو مانند پهن کرده بودن، یک سفره پهن بود انداخته بودن، یه پیکنیک روشنم کنارشون بود و بوی اون جوجه کباب و مرغشون هم که کل فضا رو گرفته بود. بعد داشتن شام میخوردن. شام که چه عرض کنم، مزه بود. شیشه مشروب هم کنارشون بود و هی میخوردن و میخندیدن و میگفتن به سلامتی. ازشون پرسیدم که اگر من بخوام از جاده قزوین برم جادهش چطوره؟
بهم گفتن تو کجا میخوای بری؟ مقصد بعدیت کجاست؟ گفتم میخوام برم رشت. و بهم گفتن که شرایط اتوبان چجوریه و گفتن از سمت چپ برو. دیگه تشکر کردم و از پیش اونا رفتم به سمت ماشین خودم. وقتی داخل ماشین نشستم ذهنم خیلی درگیر بود، چون که یادم یکی از اون راننده ها بد جوری داشت با چشماش منو میخورد. خیلی نگاه میکرد. هنوز میتونم اون نگاه های زشت و کثیفش رو حس کنم. البته تقصیر خودم بود، چون که شب بود توی جاده بودم. گفتم راحت بشینم پشت فرمون. یه شلوار مشکی نازک و کشی پام بود و یه تیشرت که تقریبا یقه هفتی بود و چاک سینم پیدا بود. خب هر کسی دیگه باشه با دیدن چاک سینه‌های من روانی میشه، از خودش بیخود میشد. اونم حق داشت. سوار ماشینم شدم و حرکت کردم. جاده خیلی تاریک بود. اول جاده یک سری تیره برق‌هایی بود که روشن بود و جاده رو روشن کرده بود. چراغ بود. ولی بعدش دیگه خیلی تاریک شد و دیگه چراغی وجود نداشت. تنها نور چراغ ماشین‌هایی بود که گاهی رد می‌شدن وسط بیابون. گاهی ماشین‌ها که رد می‌شدن کمی جاده روشن می‌شد، اما بعد تاریکی همه جا رو می‌گرفت. حدود 20 دقیقه گذشته بود که ناگهانی چراغ چک بنزین ماشینم روشن شد. کمی سرعتمو بیشتر کردم تا مثلا زودتر برسم به یه پمپ بنزین. بعد از یه مسافتی رو که طی کردم، فکر میکنم حدود 5-6 کیلومتری رو رفتم که تابلوی پمپ بنزین رو دیدم. خیلی خوشحال شدم. سریع رفتم توی جایگاه پمپ بنزین. هیچ کس نبود، خدا رو شکر. الان دیگه تقریبا ساعت حدود 3:30 شبه. داشتم دنبال کارت بنزینم میگشتم داخل ماشین که یک صدای یه ماشین سنگین رو حس کردم. همین که از داخل ماشین نگاه کردم، که دور و برم رو نگاه کردم، دیدم همون تریلی آبی است که ازشون سوال پرسیدم. داره میاد که گازوئیل بزنه، اما نه، ناگهانی مسیرش رو کج کرد. یه سمت دیگه ایستاد. خب اهمیت ندادم. کارت رو برداشتم و از ماشین پیاده شدم. کارت زدم دستگاه، نازل رو برداشتم کردم تو ماشین. سرمو کردم تو گوشی، چرخ میخوردم تو اینستا. ناگهانی متوجه شدم یکی از اون مردا با فاصله حدود 30-40 متری دورتر از من زیر یک تیر چراغ ایستاده تو پمپ بنزین و به هم زل زده. کوچکترین تکونی هم نمیخوره. گفتم خدایا این چه مرگشه، چرا اینجوریه؟ همین که سرمو برگردوندم یه مرد دیگه ای رو دیدم کمی جلوتر از اون ایستاده بود. فرض کن تو فاصله مثلا 10-15 متری. اونم حرفی نمیزد، فقط سیگار میکشید. با عصبانیت تمام سیگار میکشید. واقعا میگم نمیتونی تصورشو کنی که چقدر اون لحظه ترسناک بود. همین که بنزینم تمام شد اومدم نازل رو از ماشین کشیدم بیرون و برش داشتم خواستم بذارم سر جاش که مرد سوم ناگهانی کنارم ظاهر شد و نازل رو از من گرفت. گفت خودم میذارم. تشکر کردم و آروم آروم داشتم دور ماشین میچرخیدم که سوار بشم. همین که دست زدم به دستگیری در، ناگهانی یک نفر از پشت محکم منو گرفت. یه مرد دیگه هم یه دستمال گذاشت جلوی بینیم و بیهوش شدم. دیگه چی یادم نمیاد. وقتی چشمامو باز کردم سرم خیلی درد بود، خیلی سرم کیش بود. دیدم روی تختی دراز کشیدم و با بند کفش 2 دستای منو بسته بودن.
به دو طرف تخت هر دستم و یه طرف بسته بودن و هر کدوم از پاهای منو به یک سمت دیگه بسته بودن. هیچ لباسی تنم نبود و کاملا لخت لخت بودم. همین که متوجه لخت بودن خودم شدم شروع کردم به داد زدن، اما هیچ فایده ای نداشت. بعد از مدتی در اتاق باز شد و همون ستا راننده‌ای که قبلا دیده بودم اومدن داخل اتاق. یهو زدم زیر گریه و جیغ زدن. یکیشون گفت جیغ نزن، جیغ نزن، تو داخل زیرزمین هستی و داد زدنت هیچ فایده ای نداره. شروع کردن لباساشون رو در آوردن. اونا هم لخت لخت شدن. همونجا فهمیدم که قراره چه بلایی سرم بیاد. رفقا، ترسم از این بود که من بکارتم سالم بود و پاره نبود. خیلی میترسیدم از این موضوع که بلایی سرم بیاد، اما دیگه چاره‌ای نداشتم، راه فراری نداشتم. میدونستم قرار منو نابود کنن. یکی از اونها اومد جلو و محکم دهنم رو گرفت و سوسیسش رو کرد تو دهنم تا ته فشار میداد. دقیقاً ته گلوم حسش میکردم و حق میزدم. مرد دیگی با انگشتش میکرد پشتم و دقیقاً هر بار انگشتش رو که میکشید بیرون حس میکردم یه انگشت دیگه اضافه کرد و داره میکنه. با بیرحمی تمام فشار میداد. مرد سوم خیلی ساکت بود و فقط فیلم برداری میکرد در سکوت کامل. اما اونی که توی دهنم گذاشته بود از جاش بلند شد، رفت پایین پام، وسط پاهام نشست و خودشو داشت تنظیم میکرد. بعد ناگهانی چنان فشاری به هم داد، چنان با تمام قدرت داخل من کرد، بی نهایت جیغ زدم. با تمام وجودم فریاد زدم و داد زدم که قشنگ داشتم حس میکردم که وحشتناک دارن میترسن. متاسفانه دیگه شروع کردن همون 2 نفر نوبتی با من سکس کردن، به غیر از مرد سوم که هنوزم در حال فیلم گرفتن بود. تمام بدن اونا، بدن من، تمام تخت و رو تختی که اونجا بود، هر چیزی که بود غرق خون شده بود. هرگز چنین دردی رو توی زندگیم حس نکرده بودم. دیگه ناه نداشتم. بعد از اینکه کارشون تمام شد دست و پام رو باز کردن، گفتن استراحت کن. دیگه از اتاق رفتن بیرون. مرد سوم بعد از مدتی اومد داخل اتاق، چند تا لباس برام آورد و یک سینی غذا جلوم گذاشت و گفت بخور و از اتاق رفت بیرون. تندون شروع کردم غذا خوردن. تمام که شدم تازه لباسم رو پوشیدم. میتونستم صداهاشون رو گوش کنم که حرف میزدن و متوجه شدم که دیگه روز شده. منم که اونجا گیر کرده بودم، راهی فراری هم نداشتم. گرفتم تخت خوابیدم. نمیدونم چند ساعت گذشته بود که ناگهانی با لگد زدن و داد و فریاد وارد اتاق شدن، ولی این بار با یک کمربند و یک شلاق اومده بودن. بدون اینکه حرفی بزنم یا خودشون حرفی بزنن شروع کردن به زدن من. با بیرحمی و با دستاشون تمام لباسی که تن من بود و پاره پوره کردن. انقدر منو زدن تمام بدنمو سیاه و کبود کردن. با بیرحمی تمام اینا منو میزدن. ناگهانی یکیشون اومد جلو، دهن منو محکم بست، منو به زور به حالت 4 دست و پا در آورد و نفر دومی نشست پشتم.
باورتون نمیشه که چی کار داشت با من میکرد. تمام موهای بلند منو توی هم گره زد و محکم مثل افسار خر و الاغ و گاو و اسب محکم به سمت خودش میکشید که گردنم اومده بود سمت بالا، سرم اومده بود سمت بالا. حس میکردم موام داره از کاسه سرم جدا میشه و هر بار که این موی من رو از عقب میکشی با تمام قدرت مردونه‌ای که داشت منو میکرد و محکم تا 10 فشار میداد. نمیتونی تصورش رو کنی که چه درد بزرگی رو داشتم تحمل میکردم. اما و باز هم مرد سوم فقط فیلم برداری میکرد. بهتون میگم که مرد سوم چه نقشه شومی برای من کشیده بود. خب دوستان گلم، رسیدیم به قسمت اول و پارت اول این داستان حقیقی و واقعی. ادامه این داستان جذاب و مهیج رو تو پارت بعدی بهتون میگم. خیلی هم ازتون ممنونم که تا پایان این داستان منو همراهی کردین، گوش کردین. واقعا مرسی از شما. ازتون انتظار دارم اگر میخواین ادامه این داستان سریالی رو گوش کنید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله پیجم حتما بزنید که به محض اینکه ادامه داستان رو گذاشتم، پارت 2 رو گذاشتم، شما زودتر متوجه بشید و بیاین داستان رو گوش کنید. بچه اگر راضی بودین لایک حتما بکنید، یه کامنت بذارید، نظر خودتون رو به هم بگید. این اولین تجربه منه که دارم وایس میذارم. بعد خوبی بدی چیزی داره، اگر ایرادی هست اینو توی کامنت ها